خیلی این موضوع مهم رو نمیدونن که علائم حمله و سکته قلبی در خانوم ها با آقایون متفاوته. علائم حمله یا سکته قلبی رو خب شاید بعضیشو شنیدید. درد قفسه سینه هست که از فک پایین میتونه باشه تا ناف، به بازوها تیر بکشه، به شونه ها بزنه، به پشت بزنه و حتی این درد روی معده احساس بشه. معمولاً سکته های قلبی همراه با درد هستن، اما در آقایون این درد همراه هستش با تعریق سرد، نفس تنگی، ضعف و بیحالی و یه بدحالی خیلی پر سر صدا که اون فرد دیگه اصلا نمیتونه آروم قرار داشته باشه و مجبوره بلندش بیاد و زنگ بزنه به اورژانس یا خودش بلندش بیاد به اورژانس بیمارستان مراجعه بکنه. اما متاسفانه این علائم پر سر صدا و هشدار دهنده توی خانوم ها خیلی کمتر دیده میشه. اغلب خانوم ها وقتی دچار سکته قلبی میشن درد ندارن. یه حس بدحالی، بیقراری، خستگی زودرس نامتعارف، نامعمول، یعنی قبلا اصلا اینطوری خستگی به بدنش وارد نمی شده و الان خیلی عجیب احساس ضعف و بیحالی میکنه. نفسش بالا نمیاد، نفس تنگ شده، ضعف و بیحالی داره، سرگیجه داره، چشاش سیاهی میره. همین علائم میتونه یک سکته قلبی رو به دنبال داشته باشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ خانوم ها میان توجیه میکنن، میگن خستم، استرس دارم، یه خورده معدم به هم ریخته، یه خورده عصبی شدم و به پزشک مراجعه نمی کنند متاسفانه، چون اینا درد آزاردهنده‌ای ندارن. ممکنه یک کمی درد گردن یا فک رو احساس بکنن ولی بهش اهمیت نمیدن. من جوونم، حالا تا حالا سابقه نداشتم و همین باعث میشه که تو آمارها خانوم‌ها کمتر در حین سکته به اورژانس زنگ بزنن یا بلندشن برن اورژانس بیمارستان یا وقتی میرن خیلی دیرتر از آقایون مراجعه کردن. جالبه که بدونید در ایست قلبی که اون فرد خانوم باشه دیرتر به دادش میرسن مردم تا اگر آقا باشه. یعنی مردم یه جوری خانومی که سکته قلبی کرده افتاده یا بدحاله کمتر نزدیکش میشن و میبرنش به اورژانس بیمارستان تا در مقابل کسی که اون فرد آقا باشه و دچار سکته شده باشه، دچار ایست قلبی شده باشه. حتی دیرتر میان سراغش CPR احیا میکنن، ماساژ قلبی میدن بهش. و متاسفانه این مراجعه دیر خانوم ها، این که ناآگاه هستن از علائم سکته قلبی، این که سکته قلبی در خانوم ها علائم نامعمول و ناشایعی داره، باعث شده که خانومی که دچار سکته قلبی میشه بیشتر بمیره تا اگر آقا باشه، زودتر اقدامات درمانی براش انجام میشه. حالا ببینیم چرا اصلا خانوم ها علائم سکته قلبیشون خیلی مخفی و مبهمه. اصولا خانوم ها کمتر دچار بیماری های قلبی میشن، مخصوصا در سن زیر یائسگی. چرا؟ به دلیل اینکه هورمون‌های زنانه که استروژن و پروژسترون هستن یه اثر محافظتی روی سیستم قلب و عروق خانم‌ها داره. خوشبختانه استروژن باعث میشه که سطح کلسترول بد یا همون LDL کم بشه و سطح کلسترول خوب یا HDL در خونشون بالا بره. LDL همون کلسترول بده هستش که میره رگای قلب رو تنگ میکنه و سکته قلبی میده. پس بنابراین محافظت میکنه از قلب و عروق خانم ها. یه مسئله دیگه هم اینه که استروژن باعث افزایش تولید ماده‌ای به نام نیتریک اکساید میشه.
این ماده باعث گشاد شدن رگ‌های قلب میشه و خون رسانی به قلب رو بهتر میکنه. حالا زمانی که یه خانم به سن یائسگی میرسه، هورمون استروژنش پایین میاد. چه اتفاقی میفته؟ دیگه چربی خونش بالا میره، سوخت و ساز و متابولیسم بدنش پایین میره و این باعث میشه افزایش چاقی شکمی پیدا بکنه. چربی دور شکم و پهلوش توی کبدش رسوب میکنه و در نتیجه ریسک بیماری قلبی عروقی درش بالا میره. در سن قبل از یائسگی هورمون پروژسترون که یه هورمون زنانه هستش باعث تعادل مایعات بدن میشه و در نتیجه فشار خون رو تنظیم میکنه، نمیذاره فشار خون بره بالا. اما از یائسگی به بعد فشار خون در خانم ها رو به افزایش پیدا میکنه و بیماری فشار خون بالا شایع تر میشه که خودش باعث تنگی عروق قلب میشه. پس بنابراین علت این که خانم ها کمتر دچار بیماری قلبی میشن در واقع سیستم هورمون های جنسی شونه. از یائسگی به بعد دیگه ریسک بیماری های قلبی خانم ها حتی بیشتر از آقایون میشه و تعداد خانم هایی که بیماری قلبی هستن از آقایون میزنه بالاتر. خلاصه این که خانم ها باید حتما علائم حمله قلبی رو در خودشون بشناسن و مخصوصا در نزدیک سن یائسگی و بعد از اون حتما چکاپ های به موقع قلبی داشته باشن تا بیماری قلبی اگر هم درشون به وجود اومده به مراحل خطرناک نرسه. اگر این علائم قلبی که در ویدیو گفتم رو در خودتون یا اطرافیانتون دیدید، لطفاً توی کامنت ها برای من تعریف بکنید. اگر مطالب این ویدیو براتون مفید بود، لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید.